این روزا یه قفلت بزرگ تو بازار مسکن داره اتفاق میفته که ممکنه شما یه خونه رو خیلی ارزون بخرید، چند ماه هم تا کلوزینگ صبر کنی و آخرش دست خالی برگردید. حالا داستان چیه؟ به دلیل افت قیمت‌ها خریدار فکر می‌کنه مثلا یک خونه 2 میلیونی رو داره مفت 1 میلیون و 400 می‌خره، اما روحش هم خبر نداره که مجموع بدهی‌ها و وام‌هایی که روی این خونه ثبت شده میتونه 1 میلیون و 600 باشه. یعنی فروشنده موقع انتقال سند 200,000 دلار حداقل احتیاج داره و هیچ پول نقدی هم در بساط نداره. خیلی از فروشنده‌ها حتی با مشاور املاک خودشون هم در میون نمیذارن و امیدوارن که روز آخر یه معجزه‌ای بشه. نتیجه معامله میره روی هوا و 2 ماه از زندگی و وقت تو هدر میره. راهکار چیه؟ این مراحلی که میگم رو دقیقاً اجرا کن. قبل از هر چیز از مشاور یا وکیلت بخواه که تمام وام‌ها و بدهی‌هایی که روی این ملک ثبت شده رو چک بکنن. شکاف بزرگ بین قیمت خرید و مجموع بدهی‌ها یک زنگ خطر بزرگ. ایجنت شما باید رسما از مشاور فروشنده بپرسه که آیا فروشنده پول نقد برای جبران این کسری داره. اگر گفتن داریم، به حرف شفاهی بسنده نکنید. حتما یک بند خیلی مهم رو باید توی قراردادتون مکتوب کنید. توی این بند قید کنید که فروشنده موظفه ظرف مدت مشخصی، مثلا 7 روز، 10 روز، مدارک بانکی معتبر مبنی بر داشتن این پول رو ارائه بده، یا اینکه این مبلغ رو رسما به حساب امانی وکیل لویر تراست اکانت واریز کنه تا خریدار از توانایی مالی او مطمئن بشه. اگر فروشنده این شرط رو قبول نکرد که هیچ، ولی اگر قبول کرد و بعد از چند روز نتونست موجودیش رو ثابت کنه، همون هفته اول قرارداد رو فسخ می‌کنید و تمام. 2 ماه از زندگی و وقتت رو صرف یک معامله سوخته نمی‌کنی. همیشه تو امور املاک سعی کن با یک تیم مجرب کار کنی که بتونن به طور حرفه‌ای پروتکتت کنن.